اینکه روسیه چند سال اخیر همین مسئله را، یعنی مسئله ساده کردن ترتیبی دادن شناسنامه ها را برای شهروندان پساشوروی خیلی آسان کرده است. فکر میکنم دولت با اون میکند که روسیه اکنون به صفت یک ایمپریا، یک گیمان یا یک دولت ابرقدرت برآمد کردن میخواهد و از امبیسی‌های خاصی ژئوپلیتیکی این کشور برمیآید. و البته در زمینه اون حالت‌هایی که بودن، مثل با وجود آمدن قضیه ابخازستان و اسیته شمالی و همچنین حادثه اخیری که در قریم اتفاق افتاد، بسیاری کشورها به همین خلاصه هم رسیدن که در زمینه همین گونه ترتیبی ساده کردن شناسنامه‌دهی یا شهروندی دادن به شهروندان کشورهای دیگر احتمالیت یا خوفی تکرار همین حادثه ها وجود دارد. و ما خوب در خاطر هم داریم که هنوز زمانی واقعه های خاروق در سال 2010 همین گونه حالت با وجود، سال 2011 همین گونه حالت با وجود آمده بود و یک گروه ساکنان بدخشان تاجیکستان هم که در مقیم مسکو بودن و مقامداران کرمل با همین گونه دعوت ها هم مراجعت کرده بودند که از بس که در بدخشان حدود 40,000 نفر یا 50,000 نفر شهروندان روسیه اقامت میکنند یا زندگی میکنند، اونها باید از موقع این مردم حمایت کنند. یعنی این خوف به وجود میآرد، ولی در نوبت خود این حالت پیش همون مقامداران کشورهای ملی یا مملکت‌های ملی که خود را مثلا صاحب استقلال ارزیابی میکنند، این مسئله را هم با وجود میارن که باید برای شهروندان خود یک شرایط، یک فضایی را با وجود بیارن که پتریوتیسم و وطن دوستی اونها بالا بگیرن. اونها قصد از تاجیکستان بیرون رفتن کمتر بکنن و در همین زمینه مثلا همین گونه خوف ها میتواند کمتر باشد. یعنی اگر من در مجموع چی گفتم میخوام، اگر امروز هدف اصلی روسیه یا هر کشور دیگر محض همین ساده کردن شهروندی باشد، این معنی را ندارد که هدف از بین می رود. وسیله ها گوناگونند و با هر وسیله دیگر همین گونه حالات با وجود آمدنش ممکن است. در همین زمینه من فکر میکنم که امروز حکومت ها بیشتر باید که مسئولیتی است کنند که شهروندان مخصوصا در زمان جهانی شوی امکانی از دست دادن شهروندان بسیار آسان شده است و تنها باری مسئولیت آنها احساس میکنند که برای شهروندان خود یک شرایط خوب، فضای کاملی انسانی با وجود آورده میتوانند.